سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه کیکس با آرد تیار میکنیم. این گونه من چند نمود آرد تیار خریدم. یک کمش برای تورت بیسکویت. بیانید تورتش نغز میبیاد. اینش باشد تورت سفید گلازوردار در میکرووالنوفکا تیار میکنیم. اینش هم به نهایت نغز میاد. اینش تورت قبب. اینش هم تورتش به نهایت نغز. این به کریمی خودش هم هست مخصوص. اینش باشد کیکس. اینش کیکسی سفید، اینش کیکسی کاکائوگی. ما امروز این کیکسی کاکائوگی میشه تیار میکنیم. به نهایت مزهش نغز. در مغازه ها میفروشد. نرخش 69 روبل میباشد. به این چی لازم؟ 100 گرم روغن مسله یا که روغن رستنی و 120 میلی لیتر شیر گرم یا که آب. ما از میشه تیار میکنیم. ما آرد تیار میگیریم. این درونی آرد با شکر، وانیلین، رزدرخلیت، تخمی خشک همه چیش هست. ما فقط شیر و روغن همراه میکنیم. تمام. شیر ما گرم، نه اونقدر گرم، شیر گرم. روغنی مسلی آبگرگی همشه شروع آمیخته میکنیم. خمیر خودش چقدر تیار میشه. این سویتی چقدر تیار میشه. بینید نرمش کنید خودش خمیر تیار میشه. به نهایت آسان. شما میتونید این خمیر را اگان قالبی کلوله بکنید یا که خیلی قالبچه های رزینی بیبه یا که قالب های کاغذی خودش مخصوص مغازه رو میفروشد. همین بگیریدم به نهایت شروع میبیاد. ما میگیریم همین قالب به درونش من شکلاتی سفید میمونم. کمتر به نهایت نغز میپزد. شروع به مزه تیار میشه. پر نمیکنم. من به قالبچه گرفتم و مدت 25-30 دقیقه به 180-200 درجه به تفتان میگذارم. کیکس ها هم پختم. به نهایت قدیمش شروعی به نهایت نغز پختم. کمتر ساخر میپودریم پاشیم باز هم زیباتر میشه. کیکس هم تیار شد. اکنون درونش هم بینیم چقدر تیار شده است. این خمیر برای زنهای سیرفرزند و آدمان کارگر به نهایت نغز است. درونش به نهایت ملایمی نغز تیار شده است. خواهشمندان باشم برای تیار کردن تارت ها حتما در کامنتر نویسم کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.